مجددا سلام. بازم یادم رفته بود ضبط بکنم. 2 عزیز هر روز برامون زحمت میکشن، بک تستا رو میگیرن. الان میخوایم بریم ببینیم امروز با درسایی که دیروز دادیم چه موقعیت هایی بوده. من ویدیومو میبندم ولی وایسم باز صداتون رو دارم. بعد از اینکه موقعیت ها رو گفتن، اگر کسی راجع به اون موقعیت ها سوال داشت رایز هند بکنه، آقا آرشی آقا سالار بهش جواب بدن. یه 10 دقیقه ای من اومدم. فعلا با اجازه. سلام مجدد خدمت همه دوستان عزیز. صدای منو داری؟ بله. سلام. بله بفرمایید. خوبه. اجازه بدید من شیر اسکرین کنم. درسته؟ خب دیروز همون که تو ویدیو هم گفتم، یک روند پرقدرت نزولی که داشتیم بعد اینکه به زونمون برخورد کرد، همتون دیدیم که یک ضعف روندی داشتیم. اصل اولمون بود دیگه، درسته؟ ضعف رونده چی بود؟ بعد اینکه برخورد کرد به اومد نزدیکیاش اومد بالا، دقت کنی 1 2 3 4 کندل ریزش کرد و مجددا با 3 تا کندل کلشو پوشش داد. کلشو. از اینجا یک ضعف روند. حالا این برای استفاده از این ابزار، برای استفاده از این استراتژی، اولش باید یه دونه ضعف روند رو ببینیم. بعد اینکه ضعف روند رو دیدیم، دقت کنید موج آی ما از اولین فیلیپمون برگشت. اولین فیلیپمون اینجا بود که برگشت، درسته؟ بعدش منتظر ریزش میمونیم. اگر تعداد کندل ها رو بشماریم، با 14 تا رفته، تقریبا با 19 تا برگشته به محدوده 70%. تایمش رو M5 بکنیم این قسمت. بعد این قسمت موج یکمونه. از موج آها، موج 1، موج 2، اینم موج 3. موج بمون، کل موج بمون از سقف موج 2 آیمون برگشته. ما حتی بعد از دیدن این کندلمون، این کندل دوجی، میتونستیم واردش بشیم. اجازه بدیم ببنده، اصلا ببنده، این کندلو بده، مشکلی نداره. بعد اون اولین ناحیه و فیلیپمون این قسمت بود. حالا اینو یکم دقیق ترش کنم، من حالا صبح خودم هم دقیق نکشیده بودمش، ولی اگر دقیقش کنم دقیقا از اون ناحیه برگشته. تو این قسمت با 195 پیپ، حالا از کف گرفتم، حالا از این کندل بگیرم با 150 پیپ میتونستیم خارج شیم. مجددا بعد اینکه سودمون رو گرفتیم منتظر میمونیم، چون احتمال داره این سه موجی که حرکت این خودش یه دونه آ باشه، یه دونه آ باشه. دیدگاه فرکتالی داریم دیگه، دیدگاه فرکتالی داریم، این خودش آ باشه، ب بده، بعد سه بده که اون سه رو هم بتونیم شکارش کنیم. درسته؟ منتها بعدش دیدیم که اینجوری نشد. برگشت از این ناحیه، از این ناحیه، از این ناحیه اومد این سقف ما رو انگلفش کرد. ببینید این اگر سقف ما باشه کاملا به سقفمون نفوذ کرد، کاملا به سقفمون نفوذ کرد. بعد تقریبا میشه گفت قضیه کنسل شد. بعد اینکه قضیه کنسل شد ما میتونستیم تو این کندل دوجی که میبینیم وارد شیم، ولی ریسکش بالا بود چون شتاب نزولمون خیلی کم بود. دوما
ما موج آمون، تراز موج آمون که از اینجا تا اینجاست، دقت کنید 164 کندله، ولی از این قسمت موج بیمون اگر قرار باشه حساب کنیم اولش، یعنی لیگ اولش 47 کندله. این با عقل جور در نمیاد. حالا به هر حال بعد اینکه تو این ناحیه که این گپ رو که میبینید تو تایم خبره، تو تایم خبر یهو با گپ وا شد، یه دونه اصرار داشتیم تو این ناحیه، این ناحیه برامون افل شد. بعد افل قشنگ راحت میتونستیم سلشو بزنیم بدون اینکه توجهی بکنیم به تایم خبری که اصلا خبر چی اومده. درسته؟ بعد مجددا قیمت ریزش کرد. من تو اولین ناحیه که حالا خودم هم یه ترید داشتم بستمش، تو این قسمت منتظر موندم. بعد که اومد پایین مجددا همین دم دستیه یه دونه مجددا گرفتمش. تایم M5 مونه. درسته؟ ببینید ما ریزش داریم، ولی از اینجایی که یک زون خیلی مهمی داریم مجددا ضعف روند ریزشی رو میبینیم. یک کندل بیس داده تو این قسمت، یک کندل بیس داده، جمع شده. بعد از جمع شدنش صعودش رو شروع کرده. وقتی که این ضعف رو دیدیم وارد تایم M1 میشیم. خیلی جالبه. الان تصویرش هم دارم، حالا با آقا سالار هم کار کردیم. آقا سالار هستی شما؟ آقا بله هستم سالار؟ آقا. بله بله خوبه. بفرمایید. گوش می‌کنم. سوالاتون رو بپرسید. ببینید موج اول آمونه مجددا از فیلیپمون برگشته. درسته؟ ما ریزشمون رو تو موج ب باید حساب کنیم. دقت کنید با 44 کندل موج آمونه با 44 همون مقدار هم اومده پایین، منتها اصلا دیگه تا 30% رو تونسته ریزش کنه. پس ضعف روند نزولی داریم. تو یکی از این کندل های دوجی میتونستیم وارد بشیم تا اولین فیلیپ معتبرمون که من خودم اینو شکارش کردم، تصویرش هم گرفتم. 60 پیپ، حالا این 80 پیپ نهایت چه، ولی دیگه سود مفیدمون این قسمت بود. حالا اگر سوالی دارید من در خدمتم. آقا سهیل بفرمایید. خسته نباشین آقا آرش. خواهش میکنم. میشه یک لحظه اون منطقه همون تایم خبر رو بیارین؟ خب بفرمایید. این شیب قبلیش رو اگه شما در نظر بگیرین ما میتونیم بگیم این یک سی پیه. خب حالا من درسته؟ اون گام قبلی هم که یک صعودی کرده از اونجا مثلا سی پی شروع شده، من مثلا اینو سی پی رو گام 2 در نظر گرفته بودم، بعد انتظار داشتم مثلا تا محدوده بالا بره. این اشتباه من اینجا کجا بود اگر حالا اون تایم خبر ما فاکتور بگیریم؟ ببینید ما توی یک روند کلی بسیار پرقدرت نزولی که تونسته کف فیلیپمون رو بشکنه. این صعوده حاصل از نشانه ضعف روند نزولیه که ایجاد شده. شما تقریبا توی سقف تقریبا داشتین معامله یک ترید چجوری بگم پر ریسک لانگ گرفتین. شما حالا اینا اون اسکرین شاتش رو براتونم توی چت فرستادم اگه میخواین ملاحظه کنید. میتونم پیدا کنم. من چیزی نمیبینم. من چیزی ندیدم آقا ساحل. حالا برخورد شاید. پیشون. حالا ولی شما بعد دیدن این افله باز مجددا تو ترید موندین؟ آره چون یک البته SL من گذاشته بودم
سریع بعد خبر اون SL ببینید CP یک ساختاری که صرفاً کارکشن یا صرفاً ایمپالس نیست. اینجا CP یک جزئی از ایمپالسمون بوده. شما همیشه نمیتونید انتظار داشته باشین که بعد CP شکستنش مثلا پرتاب بشه. حالا استاد بیاد دقیق‌تر توضیح میدم، ولی تا اونجایی که خودم میدونم، خودم بلدم، خودم یاد گرفتم در این حده. یعنی این CP اولش جزئی از این روند کلیمون بوده. بله. ما در جهت روند درید میکنیم. شما نهایتا توی CP همین 5-6 پیپ رو میتونستی بگیری اگر با اون دیدگاه میرفتیم شده. بله. خواهش میکنم. ببخشید من عذرخواهی میکنم. ببخشید دیگه. اینجا QM هم میتونیم ببینیم، همون جایی که دوستان عرض میکنن CP QM. ببینید حالا کپس بهتره تو این تایم. کپس بهتره. QM سقف زده، کف زده، برگشته به ناحیه QM و برگشت خودش رو داشته. حالا من اینجا رو بیس میگیرم. من خودم به شخص اینجا رو بیس میگیرم. یعنی یک چیز نمیتونم بگیرم. رالی بیس رالی، یعنی در این حد میتونم بگیرم. رالی بیس رالی. حالا این ناحیه کپسمون رو انگولفش کرده، درسته؟ بعدش هم ریخته. آقا آرش منم میتونم یه سوال بکنم؟ یه دقیقه اجازه بدین خانم طاهریان. ببخشید دوستان خیلی وقت رایس هند کردن، عذر میخوام. من نمیدونم رایس هند چجوری باید بزنم روی اسکرین من. رایس هند چیزی نداره. آقای محمدی بفرمایید. سلام، خسته نباشین. قربان شما. آقا آرشون اول کار اون فیلیپر که گرفتیم مال گذشته بود، اون نباید بالاتر بگیم. اون که اتفاق افتاده کدوم ناحیه؟ این فیلیپ که الان کشیدی، همین تازه کشیدی الان، یه سمت چپ، نه بالای یکی کشیدی این. آره این قسمت از این ور کشیدی دیگه، از سمت چپ. خب آره. اینو میشه در نظر بگیری کلا، و اگه نبود اون بیس بالا رو در نظر بگیریم. منظورتون رو متوجه نمیشم. شما شروع که شد اومدی گفتیم این ریخت ضعف روند بود. ریخت با وقتی اومد بالا به بیس به فیلیپ این قسمت خورد، این سمت چپ یه ناحیه زردن کشیدی براش. درسته. اولین منطقه‌ای که موج آمون برگشت میخوره از اولین فیلیپ همون یا ناحیه پنجمونه. درسته. اون یعنی باید اون رو در نظر بگیریم. آره اینو باید در نظر بگیریم به اون بالا برسه، به اون 3-4 کندل. نه ببینید اگر قرار باشه روندش به قدری پرقدرت باشه دیگه ضعف روند نیست. یه نه درسته با همون ضعف روندش تا اونجا خودشو بکشه. حالا کار نه با پرقدرت نه، ولی با همون ضعف روند. با همون ضعف روند بیاد دیگه، ضعف روند بیاد دیگه اولین ناحیه فیلیپمون رو در نظر میگیریم. و خب اوکی. یه سوال دیگه این، الان مثلا کلا از اون بالایی که ریخته میشه 5 موجی بگیری دیگه. 1 2 3 اینی که الان تازگی رفته بالا 4 میگیری و 5. بله. این قسم تو لیگ آخرش هم همون لیگی که شما گرفته بودین هم من گرفتم، تقریبا 3 بود میشه، ولی هولوش 50 پی. هولوش 50 ممنونم. مرسی. بله 50 پی. مرسی ممنونم. خواهش میکنم. آقای مقدم بفرمایید. سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. آخر نمودار این آخرین چیزی بایی که گرفتیم زوم میکنید بیارین همونجا، همون بایی که آخر گرفتیم گفتیم M1. آره آخر من تصفیه ندارم الان موبایل آخر نمودار. آره الان آخر نمودار. آره همینجا. الان لگ 1 تون قبول. لگ 2 شما از من همیشه مشکلی که الان مثلا تو موج شماری دارم اینه که الان شما لگ 2 رو که می‌خواید بگیریم، شما از کجا میدونستین اونجا لگ 2 تموم شده؟ یک ذره بالا زد، چون بر اساس کندلای تایید زیاد میده. انقدر زیاد میده شما نمیدونید الان آخرش نه باز میخواد بره پایین‌تر، یعنی این که من کجا رو انتخاب کنم که از اونجا باید شروع کنم متوجه نمیشم. یعنی ما اصلا
اوکی. سوال منم قضیه هست. فهمیده. بسیار عالی. فهمیدم. ببینید من خودم دارم میگم، من حجمم رو تقسیم بر 2 کردم. خب یه دونه تو این کندله که تاییدیه داد، تو یکی از اینا بود، یک دونه اونجا وارد شدم. خب جسارتا یه لحظه قبلش هم جانم. شما اون همونجا بیاین، همونجا تقریبا 1 ذره قبلش بالاتر هم دارید، یکم عقب‌تر، یکم عقب‌تر، 1 ذره عقب عقب‌تر. من اینجا یه چیزی بگم. اینجا رو میگی؟ آره جانم. اونجا هم شما اون کندل رو داشتی، شما یعنی اونجا بذار باید من یه چیزی بگم بچه‌ها. بفهم. من اومدم برگشتم. بذار اینجا یه چیزی بگم. خواهش آقا می‌کنم. آرش کمکت کنم. همیشه قیمت جانم. به آخرین فیلیپ خود باز میگردد. فکر میکنم 2 جلسه قبل بود بهتون گفتم. همیشه به آخرین فیلیپ خودش که این کف این سقف باشه، یعنی موج 2 من میتونه تا فیلیپ یکم بیاد پایین. یعنی کجا؟ یعنی همون جایی که تایید داده. اگر فیلیپ آخر رو، یعنی جایی که قیمت بلند شده از ناحیه 1، یعنی اون جایی که نقطه A رفته به B، چه اتفاقی افتاده؟ 2 تا سقف دارم، 2 تا سقف منطقی و خوب دارم. اون سقف آخرم که شکسته شده فیلیپش بهش واکنش نشون نداده. پس موج 3 من میتونه از آخرین فیلیپ من بلند بشه. خب آقا آرش نشون بده اونجا رو، این 2 تا سقفی که تو موج 1 نشون بدیم. منم اصلا متوجه نشدم. استاد این ناحیه رو میفهم؟ این نه ناحیه اینجا بله این ناحیه. یعنی من میگم قیمت همیشه به آخرین جایی که به آخرین فیلیپ خودش برمیگرده. یعنی توی جلسات فکر میکنم 3-4 جلسه قبل بهتون گفتم، یعنی موج 2 من توی 90% مواقع به آخرین فیلیپش برمیگرده، بعد موج 3 رو از اون، یعنی پایان 2 من میشه سر فیلیپ 1 من. استاد خیلی عالی شد. یعنی این قضیه که دارین میگین، یعنی من اصلا کلا سناریوی موج 2 تموم شدنشو، یعنی بر اساس کندل بیس رو زمانی باید برگردم فیلیپ قبلی رو پیدا کنم. آفرین. به فیلیپ تایتش اگه نرسیدم مهم نیست، من اون روند رو نمیگیرم اصلا. من میگم 90% میخواد جواب بده، بزن 90% روی اون حالت مطمئن بگیرم. مطمئن میتونی بگیری. برمیگرده به فیلیپ همیشه. الان چند مدل دیگه مثال بزنید میبینید که برمیگرده اون آخر، جمع میکنه میره. بچه‌ها اینجا ما یه استراتژی دیگر رو داریم که بعداً درس میدیم، خب که اینجا 100% میتونستی وارد بشی. خب استراتژی آخرمونه، سومین استراتژی که میخوام بهتون بدم، این میگه که اینجا سر این کندل تو میتونستی وارد بشی. اینو نگه داریم واسه اون موقع، ولی تا همینجا که میتونم بهتون بگم سر فیلیپ برمیگرده. ادامه بدید، من هستم کنارتون. سپاسگزارم. خواهش میکنم. قطع کنید شما بیاین. نه من در خلل نبودم. الان شما بچه‌ها سوالاشون ببین. خانم پرمج و خانم طاهریان، آقای تقی‌آبادی بمونه واسه خودم ببینم چی قشنگ میگه. من زبون آقای تقی‌آبادی قشنگ بلدم از بچهای قدیمیه. خب جوابشون میدم. اگر جای دیدم نیازه سلام، اگه جای دیدم نیازه من در خدمتم. خانم پرمج شما بفرمایید. شبتون بخیر. من سوالامو تو تلگرام هم ازتون پرسیدم. در مورد موقعیتایی که من امروز ترید کردم، فقط یکیش استاپم خورد، اونم حواسم نبود و تایم خبرش بود. بعد اونجام QM گرفته بودم، اصلا این سگام نبود. ولی سوالی که من داشتم، وقتی وارد محدوده میشه، تو تلگرامم خدمتتون عرض کردم، اون قدرت نفوذش رو من نمیتونم بفهمم که تا کجا قراره نفوذ کنه. من از کجا بفهمم که این روند دیگه برگشته؟ این یه مورده. و مورد بعدی این که ما قراره بگم زمانی که خورد به محدوده، اگر یه دونه 2 تا کندل مومنتوم دیدی بدون که داره برمیگرده. این از این. در مورد اینکه ما تو M15 محدوده‌هامون رو مشخص می‌کردیم، M5 ترید می‌کردیم. من متوجه شدم که من وقتی با M1 تایم M5 رو کنترل می‌کنم، خیلی میتونم روی موقعیت‌هایی که باز کردم روی تریدام اشراف داشته باشم و قشنگ میتونم کنترلشون کنم. آیا این روش درسته و یا اینکه ضریب خطا داره نباید این کارو بکنم؟ درسته. بگو چرا؟ چون M1 منه که M5 رو میسازه، ولی M5 که محدوده میده. خب تو M1 مومنتوم ها قابل رویت‌تر و موثق‌تره که من بمونم. نمیگم برو تو M1 ترید کن، ترید تو باید تو M5 M15 باشه، ولی اون مومنتوم من فقط کنترل میکنم. آفرین، درسته.
خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خانم طاهری هم بفرما. استاد ببخشید جانم. الان با توجه به اینکه ما الان تو M1 هستیم، لیگ اولی که الان دارن ایشون نشون میدن، بعد لیگ دوش که شروع میشه، مگه قرار نشد که از اون بالا ما بشماریم 1 2 و 3 شو بگیریم؟ آره. الان 3 من یه نزولی داره نشون میده، درسته؟ آره نزول این میده تا سر چجوریه فیلیپ. که خب این الان چجوریه که از این بالا تا این پایین گرفتن ایشون به عنوان 2؟ برای اینکه مگه؟ نه ایشون یکو یعنی گرفتن، الان این دو رو گرفتن. سه تا 1 2 3 داره به من نشون میده. آفرین نگاه کن، این یکو گرفته، 2 رو گرفته برای صعود 3. یعنی اون لگ آخری که من تو اسلاید بهتون گفتم، ولی اصلاح پیچیده من همون موج 2 که 1 2 رو داده. نشون بده اون قله رو آقا آرش، قله بالا رو نشون بده تو موج 2 بالا. این بر دومی اینجا سر اینتری من برای ورود این سل تا فیلیپ بوده. یعنی اونی که من به شما گفتم اینه. ولی وقتی بریم تو M5، الان بیا تو M5، وقتی بریم توی M5 ما میبینیم که یه دونه 1 داریم، یه دونه 2 داریم که 2 هم میتونستیم بگیریم، این 3 مثبت رو تا بالا هم میتونستیم بگیریم. یعنی میشه که همون 3 که 3 سعودی که اومده به ناحیه خورده. ببین اومده به ناحیه پایین خورده، یه پرش خوب داشته، 2ش با 3 حرکت ریخته، 3 سعودی رو گرفتیم. توی اسلایدهای دیشب برید ویدیو رو نگاه بکنید. من براتون آوردم شماتیکش، گفتم میاد میخوره به ناحیه، بلند میشه، اگه 1 2 3 داد اون 3 رو میگیریم اینور. اگر سقف و نزد، اگر بیای الان تو M1 میبینی سقف فیلیپ تو نزد به پایین، این دوباره میره بالا. الان سقف فیلیپ همون نزده رو به پایین، پس دوباره میره صعود میکنه رو به بالا. همین ناحیه زرد رنگ کوچیک شکسته نشده، پس من 3 رو میتونم تا ناحیه بالا ازش شکار بکنم. اینم از این. یعنی منظورتون این هستش که ما 1 2 3 رو روی این چیزای کندلای کوچیک نباید بگیریم، کلی باید حساب کنیم؟ نه اون نزول 1 2 3 کوچیک هم میتونیم بگیریم، این صعود هم میتونیم بگیریم. یعنی چی؟ یعنی باید بهت توی پیوی کامل توضیح بدم. ویدیو دیشب رو باید یه بار دیگه ببینیم خانم طاهریان. ویدیو دیشب من دیدم. بله. این موج 2 من که 3 موجی موج 3 شو میتونم بگیرم. این 3 موجی M5 من که 1 2 3 میتونم صعودش رو بگیرم. بچه‌ای که سوال پرسیدن رایز هندشون رو بردارن لطفاً. یک بار سوال بپرسم. جان؟ میتونم سوال بپرسم چون هم ادامه سوال خانم طاهریان بود. استاد الان من این موج 2 رو هر موج فرمودین 3 تا داره دیگه، من اینو الان میشمارم بیشتر از 3 تا میشه از سر قلهش که خواسته باشیم بشماریم. این موج 2 رو ما 3 تا موجش رو چجوری میایم پیدا میکنیم اینا؟ یکش قوی ریخته، یکشو نشون بده، یکش قوی ریخته. استاد میشه با موس نشون بدیم 1 و 2 و 3 همینا؟ آره. نه 2 رو موج 2 از اونجا داره شروع میشه. خب الان میاد تا پایین میشه 1 بله میره بالا 2 این تا کف اومده. خب من این 3 رو اون کف قبلی نمیگیریم استاد؟ نه اینجا آره اینجا کف نزده که اینجا کف نزده، اومده گردش کرده رفته دوباره اومده رو به پایین. درسته کف خب تموم شد. النا جان بعد استاد یه سوالم ببخشید، من یه سوال در مورد اف الی که آقا آرش فرمودن داریم. اگه رو اف ال بیاین یه ممنون میشم آقا آرش، رو اف الی که فرمودین رو تایم خبر اومد. ببینین اومده حالا طبق تعریف اف ال سطح اس آر ما رو با بیس اینگولف کرده. نه با گپ اینگولف کرده دیگه. با گپ اینگولف کرده. خب ما اف ال اینجا میگیم وقتی که قیمت برگرده دوباره به گپ اف الش رو میگیریم. الان آقا آرش گفت اینجا اف ال گرفتم. نه میدونی الان من فکر میکنم آرش منظورش اینجا فیلیپه. اینجا فیلیپه، اون فیلیپه، این پایین اف ال، این زرد بزرگه که پایین کشیده اف ال با بیس شکسته الان رو فیلیپه. الان رو اف ال قیمت الان رو اف ال. من فکر کردم اون گپ رو نه اونجا نیست. الان رو فیلیپه. النا جان بفرما. مرسی.
خواهش سوالم این بودش که وقتی که گپ ایجاد میشه قیمت برمیگرده به اون ناحیه یا نه ممکنه هیچ وقت برنگرده؟ اگر ریزش ها یا صعود ها خیلی قوی باشه هیچ وقت بر نمیگرده در آینده بر اساس یه خبر دیگه بیاد پر کنه. اگر زمانی که اومد سریع گپو پر کرد بدون اون روند، ببین مثلا الان اینجا تو ریزش اگر می اومد گپو پر میکرد ما میگفتیم ریزش جون نداره، اومد گپشو پر کرد. خب ولی الان که ریزش به این قدرت ریخته ما میگیم قدرت هنوز دست نزوله، برمیگرده پر میکنه ولی یه کوچولو زمان میخوره. اگر در لحظه اومد پر کرد، اینو همیشه بذارین گوشه ذهنتون، گپ ها اگر در همون ناحیه به مدت کوتاهی پر شدن بدونید روندی که داره شروع میشه جون نداره. حالا من چجوری میفهمم این نزول من جون داره تو تایم M15 M5؟ برای اینکه این گپ نتونسته خودشو در لحظه ای که اتفاق افتاده سریعا پر بکنه، پس ریزش من قویه. بعد از اینکه بعدها یکم زمان بخره، بچه این میتونه الان همینطوری 1 2 3 بده 1 2 3 بده با سی پی بره بالا ها تا گپ، اینم بگم. ولی ما تو تمام 1 2 3 هاش میتونیم ترید بکنیم. اوکی؟ تو تایم فریم پایین میتونیم ترید بکنیم. ولی اینم بهت بگم اگر گپو پر نکرد صبر باید کرد، با سی پی بره پرش بکنه، اون موقع 3 سی پی رو بگیریم. یه دونه استراتژی 3 موجی سی پی داریم که بماند برای جلسه های بعد، فعلا راجع بهش صحبت نمی کنم. آقا سهیل یکم من سوالتون رو بعداً فکر می‌کنم. بپرس سهیل جان. ممنونم من استاد. گپ نداشتم، معذرت میخوام. تو بعضی از اصلا گپ تو بعضی از چیزا نمیفته، برای منم نداشتش. اونجا یه دونه مومنتوم قویه. اوکی مرسی. استاد ببخشید این 1 2 3 صعودی که الان شروع شده خب الان خودش یک موج 2 به نظرم حساب میشه. آفرین، این موج 2 که از سر فیلیپ میتونه یه 3 نزولی به من بده تو M15. اوکی؟ خب می‌خواستم راجع به این صحبت کنم. بچه‌ها الان که قیمت دیگه سوالا تموم شد. بچه‌ها رایس هنداتون رو بردارید. الان که قیمت رسیده به این فیلیپ، من باید چیکار بکنم؟ سوال 90%تون این بود. تایممون هم زیاد نیست، بذار قشنگ اینو بهت توضیح بدم. سوال خیلی از بچه‌ها این بود که ما از کجا 1 2 3 رو بشماریم؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم که این 1 2 3 ما درسته؟ 1 2 3 زمانی که به فیلیپ میخوره، 1 2 3 زمانی که به تایم پایینت، یعنی تایم مثلا M5 بیا سقف و کف بنداز، هر جا خورد 1 2 3 بشمار، اومد پایین خورد 1 2 3 بشمار، اومد به فیلیپ خورد 1 2 3 بشمار، اومد به FL خورد مثل اینجا 1 2 3 بشمار. ولی تو تایم پایین. خب تو تایم بالا بخوای بیا 1 2 3 بشماری، مثلا الان من از صبح باید منتظر 3 M15 میشستم ولی نمیتونستم تو M5 و M1 این صعود رو بگیرم. وقتی میام ناحیه رو M5 میکشم، خب میتونم روش ترید بکنم، امکان ترید بیشتری به من میده. خب الان نمیدونم که من دسترسی دارم یا نه بچه ها دیگه فکر میکنم تقریبا یه ذره زیاد راجع به این مسئله صحبت کردیم. خب فکر میکنم همتون بتونید ببینید. 1 هفته زمان دارید. چند دقیقه وقت داریم بچه؟ یکی بهم بگه. 5 دقیقه. خب 5 دقیقه وقت داریم. به حرفای من قشنگ گوش کنید. این هفته ازتون چی میخوام؟ من خودم با بچه‌ها یه ویدیو هر روز براتون میذارم. یه ویدیو پایان هر روز براتون میذارم. اصلا انگاری لایو بازارمون از الان شروع شده، چون استراتژی رو بهتون دادم. 2 تا استراتژی دیگه مونده بهت بدم. روزی یه دونه ویدیو براتون میذارم توی طول هفته که بدونید کجا چه اتفاقی افتاده. حالا من یا دوستان راجبش صحبت میکنیم. ازتون میخوام M15 ناحیه بکشی. نگاه کن بهت دارم نقشه راه میدم. M15 ناحیه بکشی. M5 بیای وقتی به ناحیه خود 1 2 3 بشماری. M1 فقط میتونی شدت مومنتوم ها تو ببینی، دیگه کاری نکن. اینها بعد حواست به روند ماژورت باشه ها، حواست به شمارش کندلی باشه ها، حواست به تمامی مباحثی که تا الان بهت درس دادم باشه. به سی پیت باشه، به کیو امت باشه، به کپست باشه، به همه مباحثی که تا الان گفتیم.
به جمع شدن شادوها باشه. ببین واقعا اگر حواست جمع بکنی امروز هلوش 15 نفر 6-7 تا توی حساب ریل سودهای 40-50 دلاری گرفتن با همین 1 2 3 ها و همه هم درست عمل کرده بودن. من همینجوری موندم گفتم یعنی مگه میشه من اینو بدم و اینقدر سریع بگیرن؟ ولی این سود مبتدیه. گول اینو نخور. سود مبتدی یعنی چی؟ یعنی میای یه چیزی رو یاد میگیری، یه هفته سود میکنی، هفته دوم فکر میکنی هر جا بزنی دیگه سوده. نه عزیز من، توی هر معاملت آنالیز میکنی، بررسی میکنی، دونه دونه وارد میشی. از این به بعد ترید میخوام. اگر سوالی داشتی بپرس، وگرنه ترید ها تو برام بفرست. اوکی؟